با سلام خدمت دوستان عزیزتون بگم که این خودروی لیفان مشکل روغن ریزی از سر میلنگ داشته و کاسه نمد سر میلنگ خراب شده و نحوه باز کردن کاسه نمد سر میلنگ و کشیدن پولی رو بهتون توضیح بدم که پولی کشی که باید یه قطعه رو درست کنید که بتونید پولی سر میلنگ رو در بیارید. الان ابتدا خب جک رو میزنیم زیر خودرو و این خودرو رو بالا میبریم. الان این لاستیک آزاد شد و من خب لاستیک رو آزاد میکنیم. خب اولین کاری که میکنید این قسمت پولی سر میلنگه. ما اینو اولین کاری که میکنیم این پیچو که یه بوکس 15 میخوره بوکس رو میذاریم بوکس 15 و این پیچو باز میکنید. این پیچو که باز کردین از اسپری W40 استفاده میکنید که این قسمت رو یه مقدار و این پیچو چند تا دنده میبندیم. این که بستیم بعدا توضیح بهتون میدم. این قطعه‌ای که من خودم درست کردم به عنوان پولی کش اینو استفاده میکنید اینجا میذاریم و این قسمت فشار میاره به این پیچ و اینجا 3 تا پیچ بسته میشه که توی این شاخک ها قرار میگیره و قفل میشه و این پولی رو میکشه بیرون. حالا من قطعه‌ای که میبینید این پولی کش رو من درست کردم که این پولی کش کمک میکنه که ما بتونیم این پولی سر میلنگ رو باز کنیم و زیرش که کاسه نمد هست عوض کنیم. در غیر این صورت به هیچ عنوان نمیشه اینو با تقه و ضربه در بیاریم. که من حالا نحوه درست کردن این پولی کشم بهتون توضیحات کامل میدم که به چه صورت اینو بتونید پولی رو در بیارید و باز کنید. توپی چرخ یک تیبا بوده که من اینو اومدم از یه دونه پیچ و یه مهره استفاده کردم و این قسمتی که میبینید اینو درست کردم کنیک کردم. این مهره رو گذاشتم مهره 916 فولادیه و پیچ 88. حالا پیچ 916 گیرم نیومد که 100% فولادی باشه ولی این پیچ جواب میده و در میاره فولیتونو. که این قسمتشو بریدم با سنگ اینو جوش دادم و این قسمت روی سر پولی میلنگ روی پیچ قرار میگیره و وقتی که اینو صفر میکنید به این صورت میاد. این چیکار میکنه؟ این باعث میشه که شما بتونید پولی رو در بیارید و آزاد کنید. میخواستم بهتون توضیح بدم که ساختن اینم خیلی سخت نیست. حالا اگر که نیازی به ساختنش بود یا خواستید آماده شو من میتونم براتون تهیه کنم و براتونم بفرستم به وسیله پست. حالا ولی خب ابتدا باید این تسمه رو باز کنیم که ما باید به وسیله بوکس اینو آزاد کنیم. خلاص کنه تسمه رو حالا از بالا نشونتون میدم که به چه صورته و تسمه چجوری آزاد میشه. خب از اول ما پیچ سر پولی رو شل میکنیم توش اسپری W40 میزنیم تسمه رو آزاد میکنیم. ببین به این صورت تسمه رو آزاد کن کلا بکشش بیرون. خب این الان تسمه آزاد شد و تسمه ما کلا در اومده. تسمه در میاد. این تسمه رو که آزاد کردی دیگه پولی آزاده و دور پولی دیگه تسمه وجود نداره. این تسمه رو آزاد میکنی دیگه تسمه وجود نداره. حالا بعد نحوه تعویض هرزگرم بهتون
یاد میدم تو ویدیوی بعدی و اینکه چجوری این پولی رو بتونید در بیارید. دوستانی که خیلی سخت بتونن این پولی رو درارن یا میشکنن بتونن راحت این پولی رو در بیارن. همطور که دیدید ببینید دوستان این تسمه کلا پر از ترک و شیاره و از بین رفته. خب باید بعد از اینکه اون روغن ریزی رو درست کردیم و کاسه نمد رو عوض کردیم حتما این تسمه رو هم عوض کنید که اینجا ما این تسمه رو گرفتیم و سایز تسمه هم هست برای لیفان 620 1420 و یه سریش هم هست 1415 پیکا 6 پیکا 1420. منظور از 6 منظورشون 6 تا شیار داره. این هم 1420 و این تسمه که گرفتیم به جای این تسمه عوض میکنیم. خب اینم نحوه انداختن تسمه دور دینامه که به این صورت تسمه روی دینام قرار میگیره و شما میتونید تسمه‌تون رو روی دینام قرار بدید و عملکردش رو به این صورت درست کنید. این هرزگرم به وسیله این بوکس انجام میدید و این بوکس رو در میارید. این تسمه هم الان دقیقا روی کولر، روی هیدرولیک و روی دینام و روی میلنگ سر جاشه و این پیچ هم حتما میبندید و صفر کنید به وسیله بوکس به این صورت. حتما توجه داشته باشید که تسمه‌ای که میندازید توی شیارا قرار بگیره، چون اگه کج تسمه رو نصب کنید توی این شیار خودش نباشه تسمه دوباره آسیب میبینه. ممنون از توجه خوبتون.